این داستان جالب وقت شروع شد که در بین اتلانتیک اوشین در امی بین زی یک کشتی بزرگ بریتانیایی تیر می شد. کپتان از او بسیار به دقت یک کشتی را در دور می دید که نه پیش می آمد نه پس می رفت و یه جواب از ایرام نمی داد، سیگنال روان می کرد. پیش که رفتن دیدن که در این امینجا تنها یک کشتی ویران است و امینجا از جای حیرتی است که در داخل از این ساز و سامان از اینا، تمام چیزای از اینا همه تو صحیح و سلامت موجود بود، مگم چیزی که نبود انسان ها هیچ نبودن، هیچ آثارشان نبود، کلشان گم شده بود. ای است داستان مری سلست که 150 سال شده تاریخدانها بیخی پریشان هستند که راز از این چی است که بغیر از بحر دیگه کس نمیفهمه. دوستای عزیز، در 1861 در کانادا ای کشتی ساخته شد و نام از این در او وقت آمازون بود. در شروع در سفرهای اول ای یگان حادثه خرد مرد شده بود، مگم به خاطر حادثات خودی بسیار مشهور شده بود، مگم تا بال اتو یک حادثه بزرگ ای نداشت. همیشه صاحبای از این تغییر میکرد به یکی دیگه فروخته میشد. بالاخره ای پیش کپتن بنجامین بریکس رسید. نام از این در او وقت به نام مری سلست مانده شد. ای در تاریخ 7 نوامبر 1872 روزی بود که مری سلست همین نام از این کشتی که بود ای در ساحل استاده بود و مردم همی چیزا را در ای بار میکردن، مالا را. در داخل از ای ایتانول مانده شده بود 700 بیلر که قابل نوشیدن نبود، بلکه الکل بود که همون شراب بود که ای در طبابت و کاربار در او استفاده می شد. ای را از نیویورک انتقال می دادن در جنوای ایتالیا، در اونجا انتقال می دادن، از اتلانتیک اوشین تیر می شد. خود 10 نفر در بین از این کشتی بود که کپتان از این کشتی به نام بنجامین اسپونر بریکس بود، زن از او بود و بچه 2 ساله از یام در بین از این همراه 7 نفر دیگه بودن. سفر خود اینا وقتی که شروع کردن هیچ کدام مشکل نداشت و با آسانی بدون کدام جنجال اینا به سفر روان شدن. این سفر تقریبا 7500 کیلومتر بزرگی داشت و به شکل نرمال اینقدر یک سفر بزرگ بسیار به روز نه بلکه به هفته ها وقت سپری می شد. شما باید بفهمین که او وقت دیگه جی پی اس و بسیار سیستم های بالا وجود نداشت که کپتان بتانه که همراه دیگه با تماس شوه که چی گپ است. وقتی مری سلست از نیویورک رفت به طرف مقصد خود 3 هفته تیر شده بود و به شکل معمولی چند هفته بعد دیگه آل باید در جایی که اینجا میرسید و باید میرسید دیگه، مگم اینقدر وقت تیر شد و هیچ معلوم نشد که چی شد، تا جایی که بعد از او چند کشتی دیگه که از امی را تیر شده بودن اونام رسیدن. حال دیگه کلگی پریشان شده میرفت که مری سلست چند هفته بعدم چرا هنوزم در جای منزل خود نرسیده. 10 روز بعد از اینکه از اینجا رفته بود، یک کشتی دیگه بریتانیایی از نیویورک سفر کرده بود و از اینمی را تیر شده بود تا جبرالتار. نام از این کشتی دیگراتیا بود. خوی چند هفته بعد در تاریخ 4 دسامبر 1872 در نزدیک یک ساحل رسیده بود که آسمان به شکل نیلی می باشد اونجا و در اونجا بغیر از این بحر دیگه چیز معلوم نمیشه، تنها آسمان و بحر است. کپتان از این کشتی از دور دیده که یک کشتی در اونجا استاده است. ای دید که او کشتی در مبین بحر استاده است، نه پیش میره و نه پس میره، بلکه در یک جای استاده است. در این 3 بحر تو یک کشتی را دیدنش بر از این شک پیدا شد و ای از دور چند سیگنال بر از او روان کرد که او یگان شور بخوره، مگم هیچ کدام جواب بر از این آمد. کپتان به نزدیک از این فیصله کرد که بره. نزدیک از این که رسید دید که کدام کشتی دیگه نیست، ای اونمو کشتی است مری سلست است که از نیویورک بر آمده بود و 1 ماه از این تیر شده. مری سلست 800 کیلومتر دورتر در اتلانتیک اوشن در اونجا استاد است و ویت شورم نمیخوره. خب کارمندای خود ای روان که در داخل از او وقتی که اینا رفتن حیران ماندن که در داخل از این کشتی خود هیچ کس نیست. چی رقم شد 1 ماه پیش ای از نیویورک همراه 10 نفر بر آمده بود، کل مردمای از این گم شدن. چی شدن در بین بحر؟ این سوال
بر کپتان پیدا شده بود که چطور این موضوع چی رقم شده باشه. اولی فکر کرد که شاید کدام حادثه شده باشه، مگم وقتی که او را چک کردن دیدن که در تمام کشتی هیچ کدام آثار حادثه نیست. حتی لباسای از اینا، وسایل از اینا، طلای از اینا، کل چیز از اینا در جایش بودن، هیچ کس دست نزده بوده. او تنهایی نه، بلکه وسایل را که می بردن و شراب را که اینا می بردن تمام از اونا کلش در جای خود بود. حتی غذایی که برای زمین مردم ها بود برای مقامدت، او غذا هم در آشپزخانه امور رقم موجود بود. بعد از تحقیقات زیادی سوسو پالیدن یک لاگبوک یافتن. لاگبوک همون چیز است که مسائل کشتی در او روزانه نشته شده می باشه. در داخل از او وقت کور آواز کرد دید که در صفحه آخر از او بوده در 25 نوامبر 8 صبح بوده، یعنی روز که این کشتی به این حالت رسیده 10 روز پیش بوده. حال 10 روز تیر شده، به این معنا که 10 روز پیش کدام حادثه سر از این آمده و ایدم اینجا مانده ای کشتی. با دیدن از این خب هیچ نمیفهمید کپتان که چی مسئله شده. این متوجه شد که همی کشتی های نجات که می باشه باش که اونا را برم ببینم، دیدن که همی کشتی های نجات به نام لایف بوت میگن او نیست. خیلی به این معناست که حتما در کشتی کدام گپ شده که کلگی رفتن در کشتی های نجات ششتن و خدا نجات دادن و گریختن. در اتاق کپتن یک قطب نما بود و هم گم بود و اما در زیر تخت از یک شمشیر کپتان هم تو صحیح و سلامت بود. به این معنی که در این کشتی کدام حمله هم نشده بوده. اگر نیک حمله میشد خب از اینمی شمشیر حتما دیگه از نیام مبرامد و یک جنگ یک چیز خو میشد حتما. بر علاوه کتابچه یادداشت دیگه تمام چیزا و خاطرات اونجا موجود بود. یک چیز دیگه که متوجه شدن دیدن که همی اتاق کپتان تر بود و یک کم او در داخل اتاق از این کپتن بود، مگر مقدر او نبود که کدام ضرر برسانه به یک کشتی بزرگ. باید به شما بگویم که نظر به قانون بین المللی بحری هر کسی که یک کشتی را نجات بده پس بر از او یک مقدار پول داده میشه. به می خاطر این کپتان همی کشتی را گرفت و همراه خود بردک به جبرالتار که در اونجا مقامات با دیدن کشتی ای را نگاه کردن پیش خود، به خاطر که باشه این محکمه چی تصمیم میگیره در این باره. محکمه وقتی که تحقیقات شروع کرد بسیار زیاد تحقیق کردن، هیچ کدام چیز نیافتن. بالاخره وقتی که محکمه نتونست کدام راه حل برای زی بیافه، مردم دیگه قصای مختلف شروع کردن. بعضشان گفتن که امی مخلوقات آسمانی سر از این حمله کرده و کارمندای زیر برده. بعضی ها گفتن که از داخل بحر یک بلا بیرون برآمده و سر از اینا حمله کرده اینا را کشته. در بین تمام از این قصه یک قصه خو جالب بود و حقیقت بود که از وقتی که کشتی ساخته شده بود سر از این همیشه حادثه می آمد. یک دفعه خویت شده بود که امروز یک کشتی دیگه تکر کرده بود، اما این تکر هم تو کدام تکر بسیار کلان نبود، بسیار یک تکر معمولی بود، مگم کشتی مقابل از این که بود و کشتی غرق شده بود. و وقتی که این کشتی را آوردن در منطقه که ای را باید ترمیم بکنن، اما ترمیمگاه خودش تر به خود در گرفته بود. یک دفعه قبل از این که در یک سفر بره کپتان از این دفعتاً مریض شد و در جای افتید و یک چند ساعت بعد کپتان مرد. یعنی چیزای بسیار جالب شده بود که از این کشتی. به می خاطر حتی فکر میکردن که این کشتی زیر کنترل جنها و ارواح باشه. به می خاطر این حادثه آخری که شده بود کلگی می گفتن که یا تو کدام حادثه عادی نیست. از امو خاطر از او وقت تا بال نام از این کشتی را گوست شپ ماندن به معنای کشتی ارواح. در اصل در اون روز چی شده بود؟ درباره از این بعضی تیوری های است که هر کدام از این را می بینیم. تیوری اول راجع به خیانت است. بعضی ها میگن که امی کپتان از این گرفته بود تمام امی کارمندای خدا به قتل رسانده بود که باز امی تمام الکل بگیره بفروشه به دیگر جای ببره. خالگه تو میشد خودمی داخل کشتی یک آثار قتل و کشتار خو می بود حتما این تیوری غلط است. تیوری دیگه ای بود که می گفتن 17 بیلر الکل که دایی بوده 9 دانه از این گم بوده. امکان داره که بعض از این بیلرها به خاطر که الکل هم خاصیت آتش گرفتن داره اونا شاید انفجار کده باشه، با او خاطر کلگی دمی کشتی ها ششته باشن در کشتی های نجات و گریخته باشن. مگم وقتی که دیدن که سعیز که 9 بیلر گم شده مگم آثار کدام انفجار یا آتش در اینجا وجود نداره. تیوری سومی بود که شاید امکان داره که
کدام طوفان بحری شده باشه و او آمده به داخل کشتی. به می خاطر کپتان از این تصمیم گرفته که از کشتی بگریزن و کشتی را خالی کردن. به می خاطر همون کشتی های نجات گرفتن و از اونجا گریختن و چون کشتی ها خرد بوده در مقابل امی امواج بحر طاقت نآورده، تمام از اینا از بین رفتن و غرق شدن. اینی دیگه باز یک ذره تئوری است که درست‌تر و عقلانی‌تر معلوم میشه. مگم یام یک تئوری است. تئوری خب بسیار زیاد است، مگم هیچ کدام از این با ثبوت ثابت نشد. 150 سال تیر شد و هنوز هم تا بال کسی نتانسته که ثابت بسازه که کشتی چرا همراهش تو یک حادثه شده و چی حالت سر از اینا آمده و کل از اینا چی شد، ولی یک نفر از اینا هم تا بال پیدا نشده. این رازم شاید همراه کپتان از این همه تو رفت. خدا کنه این ویدیو خوشتان آمده باشه. منتظر کامنت های جالب شما هستیم. منتظر ویدیوی بعدی باشین.